سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز 7 آگوست همراه شما. رستم جان عبداللهیف اقتصاددان و اکادمیکی узбак میگوید هیچگاه طرفدار بمبابارانی نیروگاه برق آبی روغون در تاجیکستان نیست، هرچند نمیخواهد که ساختمان نیروگاه تکمیل شود. در یک مقاله از نام او آمده است که ازبکستان باید برای پیشگیری از تکمیل نیروگاه روغون ساختمان آن را بمباباران کند. رستم جان عبداللهیف روز 7 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت مطلبی که از نام او در تارنامه جنجالی سنتر آسیا چاپ کردند به قلم او تعلق ندارد. من در همه جا گفتم که ازبک ها و تاجیکان یک خلقند که به زبان های مختلف حرف میزنند و من در زمینه پژوهش های علمی تاریخی خود اثبات کردم که آنها هم اصلا ازبکانی می باشند که به زبان فارسی گپ میزنند. حکومت ازبکستان میگوید در صورت بنیاد سربندی بزرگ برای نیروگاه روغون در تاجیکستان صدها هزار نفر در ازبکستان بی‌آب میمانند، اما دولت تاجیکستان گفته است که این ادعاها بی اساس است و با وجود بنیاد روغون مجرای رودخانه 5 کم نمی شود. مقامات رسمی تاجیکستان و ایران مسائل آمادگی و برنامه سفری حسن روحانی رئیس جمهور ایران به دوشنبه را بررسی کردند. عبدالفیض عطایف سخنگوی وزارت امور خارجه روز 7 آگوست به رادیو آزادی گفت آمادگی به سفر رسمی حسن روحانی در دیدار نظامی‌الدین زاهدی معاون وزیر امور خارجه و اسماعیل محصولی معاون وزیر نیروی ایران در دوشنبه مطرح شد. قرار است حسن روحانی روزهای 12 14 سپتامبر برای شرکت در نشستی سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای به تاجیکستان بیاید و در آن روزها سفری رسمی هم انجام بدهد. بعد از رسیدن به مقام رئیس جمهور در ایران در یک سال پیش حسن روحانی تاکنون به تاجیکستان نآمده است. یک نظرسنجی در تاجیکستان نشان داده است که 99% مردم برای آگاه شدن از خبر و رویدادهای جهان و تاجیکستان از تلویزیون استفاده می‌کنند. این تحقیق را مرکز نظرسنجی زرکلا همراه با سازمان غیردولتی هلندی فری پرس انلیمیتد در سالهای 2012 و 2013 در میان 2,500 نفر از ساکنان تاجیکستان انجام دادند. در شهر دوشنبه مسابقات قهرمانی جهان عاید به تاэквондо ITF در بین نورسان و سابقه داران شروع شد. در این مسابقه که برای اولین بار در تاجیکستان صورت میگیرد 600 ورزشکار از 52 کشور حضور دارند، از جمله ورزشکاران اوکراین که حالا کشورشان روزهای بدی را پشت سر میکند. ما به اینجا آمدیم تا به خودمان و اهل عالم ثابت کنیم که اوکراین زنده است و در این کشور افراد به سر میبرند که تا پیروزی مبارزه خواهند برد. زنده باد اوکراین. در مسابقات قهرمانی جهان در تاэквондо ITF تاجیکستان را 43 ورزشکار از آن جمله 20 دختر نمایندگی میکنند. و یک روز پیش از رقابت دوستانه تیم‌های ملی فوتبال تاجیکستان و مالایزیا، مربیان دو دسته در نشست خبری در دوشنبه درباره امکانات و آمادگی به این بازی صحبت کردند. قرار است فوتبال بازان دو کشور بار اول روز 8 آگوست در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه به دیدار هم بروند. عین زمان تاجیکستان در فهرست فیفا در مقام 124 و 27 زینه بالا از مالایزیا قرار دارد، ولی آنگونه که محسن محمدیف سرمربی تیم ملی تاجیکستان گفت جای مردان در میدان است و تیم قدرتمند را بازی معین می کند. همه این ریتینگ ها در روی کاغذند. وقتی شما به میدان می برایید توپ گرد است و میدان راست و هموار. میدان از دلیر است. اکثری بازیگران تیم ملی فوتبال تاجیکستان برای رقابت با منتخب مالایزیا از باشگاه استقلال دوشنبه انتخاب شدند و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن های همراه.